حاضرین با این آقای ازدواج کنید؟ من با این کارگر نه، من ما 30 میلیون لیزرمه. حاضرین با این آقای ازدواج کنید؟ نه، من یه بیرون میرم تو خیابون به خاطر من ترافیک میشه، حتما من بابا یکی اوکیشم که من 50 تومن خرجم کنه. حاضرین با این آقای ازدواج کنید؟ بله، چه مشکلی داره؟ من خودم ما 20 تا کار میکنم، با هم دیگه میسازیمش. از چهرهشون هم مشخصه که آقای خوبی هستن. خیلی هم عالی. این ماشینی که میبینید برای این آقا هست. شما به خاطر اینکه واسه پول ایشونو نخواستین، یه هدیه از مدل این آیفون خدمت شما. قربون شما. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری روزانه 67 یعنی 5 میلیون درآمدم داشته باشیم. واقعا میگی؟ باورم نمیشه. بله، من خودم از آقای رادین یاد گرفتم. کارشون کاملا حلال و قانونیه، بدون هیچ سرمایه‌ای. فقط کافیه که عدد 67 رو براشون دایرکت بکنید تا براتون خودشون فعال بکنن، روزانه در فعال داشته باشین. فقط شرطشون اینه که پیجشون رو دنبال کنید. متشکرم، ممنون.